ها هستند. اگه یعجوج و معجوج چیزی که در تاریخ اومده است قامتشو میگه پستای ایمیانه حتی پسترای گوشای دراز دارن بنی منقه دارن چشمای تنگ دارن مثل همین مردمی هند و خیتای مثل مردمی مغول و همین شکل صورتن به نهایت سرشمارن. از همه عجیبش همه که عقل فراست ندارن. بسیار مردمی همتری به عقل و به فراستن. هر چیزی که میفتیان میخوردیان. از این نقطه نظر بگیری از ترک دیده با همین مردم خیتای شباهتی بیشتر دارن. مقصد که اومدنشو حقه. در زمانی که مسلمان ها تحت سروری عیسی علیه السلام غلبه میکنن این هم یک امتحان پروردگاره. همون وقت یعجوج و معجوج همون صدی ذوالقرنین سراخ میکنن و میبروین میوین دیگه یکون لشکر دم رهش نگرفتن نمیتونن. هر چیزی که در راه میوین میکشن و میخرن و غارت میکنن. خود حضرت عیسی علیه السلام همراه مؤمنان با کوه پناه میبرن و قلعه ها پناه میبرن پنهان میشوند میوین تمام کره زمین هم میگیرن در لب بحر میرسن میگن که دیگه جوی نمونده است که ما نگیریم. بعد با دعای حضرت عیسی و حکمت الهی قدرت پروردگار هم یک وبای در بینشون میغلطه یک ویروسه همش قتل میکنه همش میبرن هم یک شرطه همش میبرن با درجه مرده زیاد میشه که همون بوب و تف و مقصد آگنده شو دیگه همه کائنات فرو میگیره دیگه انسان ها قوت او را گور کردن و نیست کردن ندارن. من میگه حضرت عیسی علیه السلام نزد پروردگار دعا میکنه و تضرع میکنه یک بارون میباره عجیب یک در ابتدا یک بارون غوث میباره میگه شو لذیجه هم رنگ نطفه وری غوث کنیم تا چسبه کنیم. بعدان میگه وقتی که همون بارون بارید این شاید به خاطر اون باشه که همون بیماری های سیرایت کننده را نیست کرده برای چی بگم برای پاک کردن ای. بعدا بارون سیل اومد بارید همش هم شما میگیره بحر را میاندازه بحرها و اقیانوس ها پر میشود یا به خوراک نهنگا و ماهیا و حیوانات بحری میشوند همه میان میخورن. همین یعجوج و معجوج هم مقصد که با اومدنشو ایمان داریم که میآیند یا غضب پروردگار یا امتحان الهی است. اما این شکل صورت که اولاد چنگیزخانن اولاد فلانن اوخی اینو پیش از چنگیزخان بودن اگر اصل بگیری وقتی ذوالقرنین بود چنگیزخان های که جا بود ذوالقرنین خیلی پیش است. یک قومی هستند مقصد از همین اصلش همی است که از بنی بشرند اما چگونگی و در کجا بودن او صد برای ما را آشکار نیست برای ما را معلوم نیست. شاید اما ولی فیلم های فانتاستیک که میگیرن که ازمیرینی های دیگه است. این هم یک مقصد که این همی کره زمین در زندگی میکنن در دیگر ازمیرینی زندگی میکنن دیگر نمیفهمیش دیگر دیده نمیتونی. شاید همون خیلی باشه مثل که این جین ها را ما نمیبینیم تو زمانی که تعرض نکنن تو زمانی که شکل صورت نگیرن دیدهشو نمیتونیم که شاید همون خیلی باشه و روزی که همون امر پروردگار میشه و مقصد همون نشانه قیامت که واقع میشه و خارج میشن به اذن پروردگار همش کشته و هلاک میشن. اینا را با نام گوگ ای ماگوگ در بیبلی هست در روسی قطیران تمام کتابای آسمانی در همه چیز اومدگی است. یکون دعوا و یکون جنجال داشته باشی خبری ما یکون جو قرض کاولا کنیم یوری بتیم که این گریان شکل زنک با خدا من 100 روزیم سبحان الله این فرزند من در بالای منبر دیدم دلم گم زد حواسم کرد ندانسته در حق خودم دعا کردم پگو زنک با خدا قسم گفت غیرتی تو جرأتی تو ناموسی تو ایمن زیادتر بود است. من هیچ وقت دلم نمیشه که بودش شد ما در یک فرزند صرف کنم 30,000 درهم در یک فرزند صرف کنم شاید یک مقدارش صرف میکردم اما همش همین یکی این غیرتی تو ای غیرتی مردا را ولوتر و ولوتر. سبحان الله الام مدرسه اذا اعددتها اعددت قوما طیب الاعراق. مادر مدرسه است. وقتی این مادر وقتی که تعلیم و تربیه خوبی و
یک نسل را به وجود میاره که انشالله در عروقش خون تازه در جریان است. بسیار مهم است تعلیم تربیت فرزند. اگه این قاری جان ما خیلی کوفت خدای بزرگ نصیبش گرداند این جفتی دلخواه به خاطر چی؟ به خاطر اون که تأثیری که مادر در فرزندو داره پدر داشته نمیتونه. پدری بیچاره بسیاری وقت پشتی کارو بار زندگی و تأمین معیشت روزگاره. مادری که قرآن خوانه امکان داره که یگان فرزندش از قرآن غافل مانند. مادری که نماز خوانه امکان داره که یگان فرزندش بی نماز باشه. مادری که مستوره میبینی همه دختراش مستوره هستن از خودی. تأثیر اساسی را در عائله مادر میگذاره. حق مادر، خدمت مادر خیلی بالاتر و بالاتر است. اما خدای بزرگ این طفلک داده است که پدرم حافظ قرآن، ماشاءالله. پدر رهبر خانه، قوام خانه، انشالله کم کم با کنترل کنه و از بالا نگاه کنه و اخلاق و آداب شبا با آموزانه انشالله نور علی نور میشه و یک فرزند میشه و که انشالله انگشتنمای خاص عام میگرده. حضرت علامه اقبال لاهوری را همت میشناسید. این شخصیت یک آدمی هست که تمام عالم اسلام میشناسش. همین شخصیت خطر شخصیتی بزرگه. در جو خانم یک کس کاتبی بگیم لیگ دولت‌های اسلامی بود است. میگه اعلان شد که این آدم فارسی زبان، همین شخصی که کاتب میگه اعلان شد که محمد اقبال لاهوری نوبت خطی علما میگه برآمدن گپ زدستیان اطراف دین و دیانت، اطراف تاریخ دین. اتی نوبت یعنی هندوستان شد، اعلان کردن که از هندوستان نماینده مسلمانای هندوستان محمد اقبال لاهوری. کسی نمیشناسش میگه ای شرکت کننده ای جمله ما خدمت میگه نمیشناسمش. برآمد میگه به زبان انگلیسی گپ زد. صحبت خلاص کرده، در آخر میگه یک چند مصرع شعر گفت به زبان فارسی. از بس که میگه اونجا فارسی زبان من بدم، گفتن که میگه ترجمه کن. گفت تاریخ چه بر کناره اندلس سفینه سوخت، گفتند کاری تو زنگاهی خیرت خطاست. دوریم از سواد وطن باز چون رسیم، ترکی سبب زی روی شریعت کجا رواست. طارق ابن زیاد سرلشکر مسلمان وقتی میگه اندلس رفتن، امی گیبرالتر هم جبل طارق های که طارق به نام هم نامگذاری شده است. میگه هم کشتی ها را فرمید که علا بزنه. همراهش 12,000 لشکر بوده است از مسلمان ها، اکثریتش بربری ها بودن. گفتن وقتی که آتش زد میگه اومدن کشتیش گرفتن که تو چیکار کردی؟ اوی کاری تو کردی نه از روی منطق درسته نه از روی شریعت درسته. یگانه وسیله رسیدن ما به وطن همین کشتی ها بود، تو کشتی ها را علو زدی، چه خیلی ما با وطن میگردیم میری. میگه خندید دست خیر به شمشیر بود و گفت هر ملک ملکی ماست که ملکی خدای ماست. خندید گفت اینجا کجای به شما؟ همین ملک پروردگار ملک شما های دیگه، ملک منم ملک شما و ملک ما نکنه. این همترین مردکا بودن که الحمدلله امروز در تمام اطراف و اکناف عالم نگاه میکنیم مسلمان ها هستن. هر کس گرد خونه خچه میگرفت میشش از کجا اسلام جهانگیر میشه. یعنی شخصیت میگه وقتی اکش هیچ وقت ترجمه مثل اصل نمیشه وکو. من که میگه به عربی ترجمه کردم، تمام مردم با ندای الله اکبر ایجا شوخیستن میگه. یعنی خیلی میگه یک شهرت جهانی یافت. همه حضرت هممون دوست می‌داریم. ببینه افتخاری ما و شما بزرگترین شاعری فارسی زبان عصری 20 میگن ایران. اگر چند فارسی آزاد گپ زدن نمیتونست است، اما شعرش از شعرهای تمام این فارسی زبان عصری 20 بالا میستن. همه حضرت اطراف آن که چرا راه خدا را انتخاب کرد، چی سبب شد که آدمی که در میونخن خوانده است، در کمبریج خوانده است، در اروپا خوانده، تعلیم اروپایی گرفته است، گمراه نشده اما غیر جدی در شریعت باقی ماند. که او فلسفه خوندگی او دکتر علم فلسفی است. در همون شب و روز این محبتی که این بدین داره به خدا قسم ای کاش که ما ای هزار یک حصه‌ش هم داشتیم. یک قصه ترجمه حالی آورده است. میگه سائل مثل قضای مبرمه،
بردری ما زد صدای پیهمه، از غضب چوب شکستم بر سرش، حاصلی دریوزه افتاد از برش. یا سحر میگه من جوان بودم خواب بودم، یک گدا اومده است و همه اساقتی میگه در همین تنهای در سخت گفته است که یگون آدم زنده هسته به خاطر خدا یگون چیم بتین. ای خواب بیدارم کرد میگه بسیاری بد داد و فیغان کرد. ای خشم غضب که خواب پروندی میگه اومدم اساش گرفتم در همین سرش زدم، سرش مقصد که کفی همون چیزایی که تل بیده بده در تای کشش بود همش میگه در زمین ریخت. از مزاج من پدر افسرده گشت، لالزاری چهره اش پژمرده گشت. وقتی پدر میگه کاری ما را دید همین خیل میگه افسرده و محزون شد که بسیار ناراحت شد. میگه نزدم اومد گفت فردا امتی خیر و رسول، گیر آیند پیش این آن مولای کل. گفت اندیشه نکردی بچم که روزی میشه که تمام امت های حضرت صلی الله علیه و سلم پروانوار گردی حضرت هم میگیرند. حافظان امت برنای او، عالمان حکمتی رعنای او، هم شهیدانی که دین را حجتند، مثل انجم از برای امتند. آخی تمام بزرگا، تمام عالما، تمام قاریا، تمام شهدا، تمام صلحا، حتی گناهگارا به خاطر آنکه طلب شفاعت کنند از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که حضرت گفته است شفاعت لاهل الکبائر من امتی، همه میگه در گردی همه حضرت جمع شدگیم. در میان انجمن گردد بلند، ناله های این گدای دردمند. همه وقت میگه این همی گدا ببرویه و بگه یا رسول الله، این همی موسفید به همین ریشی سفیدش فرزندش تربیه نکرد، در دهنی در خونش اومدم زدن سر مکه فوندن. ای سیراتت مشکل از بی مرکبی، من چی پرسم من چی گویم چه مرا پرسد نبی. خداوند گذشتن پول سیرات برات مشکل بگردونه. گفت که اگر حضرت صلی الله علیه و سلم سوالم کنم من در جواب حضرت چی میگم؟ روم سیاه چی جواب میگم؟ حق جوانی مسلم با تو سپرد، حق یک بچه فرزندی نازنینی به کم و کاست برای تا عطا کرد. فرزند عطای پروردگار. حق جوانی مسلم با تو سپرد، کو نصیب از دبستانت نبرد. خدای تعالی که فرزندی نازنین نداد، تو برای تعلیم و تربیتش چی کوشش کردی، چی سعی کردی؟ مردم خلقها و ملت ها را نصیحت میکنن، تعلیم میتن برای راست هدایت میکنن. تو نخواهم یک فرزنده که خطا تعلیم داده نتونی. من چی میگم؟ سبحان الله. یعقوبی بچه‌ام گفت پیش از اون که کاری میکنی خوب اندیشه کن. انما اجتماع مردم در اطراف خیر البشر در ذهنت باشه. باز این ریشی سفیدی من نگر، لرزه بیم و امیدی من نگر. با پدر این کاری نازیبا مکن، پیش مولا بنده را رسوا مکن. ریشی سفید من نمیبینی؟ آخه من در همین فکری گناههای خودم که پیش پروردگار چی جواب میگفته باشم. تو خیلی ناجوان مردی نگه در حقی پدر، مرا شرمنده و سیاه نکن. برای که هر کدام ما و شما مسئول هستیم، در پیش پروردگار جواب میگیم. همین فرزنده که از خوردی پدر و مادر مسلمان داره نصیحتش کردیم، به خدا قسم در گجایش میبینیش معلومه، در هر وظیفه و منصب کار کنه معلومه، هر پایه علمی که قرار داشته باشه معلومه. اما فرزنده که از خوردی از پدر نصیحت نشنید، اصلاح نشید، خشتی اول کجله موندن، بیچاره پدر و مادر در عذاب. پدر و مادر مردیان رفتیان فقط لعنت میشنود، فقط دشنام حقارت میشنود. از همین خاطر همیشه سعی کنیم باید همیشه در اندیشه او باشیم که آخه پیغام ما و شما پرسیده میشویم، از رعیت ها پرسیده میشویم. انشاءالله من یقین دارم